20 تا، یعنی 10 تا پای راست 10 تا پای چپ. میخوایم سوریه نماسکارم انجام بدیم، سیکل سلام بر خورشید. 10 تا پای راست 10 تا پای چپ. من نمیدونم بدن 20 تا میکشه یا نه، ولی بریم براش. اگر دیدیم داریم میمیریم وسطش استاپ میکنیم، ولی این وارم اپمونه و در آخر احتمالاً که بسوزیم زیر روش. حالا سیکل رو احتمالاً میدونی، ولی با هم شروع کنیم به انجام دادن. برو بریم. دستا بالا، کشش خوب، بزن توسطون، بیا پایین تا جایی که میتونی. پای راست، پای چپ، چاتورانگا، بیا بالا کبرا، قشنگ بکش بدنت برای شروع. انگشتاتو فیکس کن روی زمین، بیا بالا قله، داون فیسینگ داگ. خب با پای راست رفتیم عقب، با پای چپ میایم جلو. پای چپ بین دو تا دست، پای راست میاد جلوش، دوباره پایین، بکش بالا. تنفس هم میدونی دیگه، تو تمام سیکل با دم و بازدم جاری. بکش بالا. عالی. بیا پایین، پای چپ، پای راست، چاتورانگا. داری منو؟ شد. شاید به خاطر نت اینجاست. خب برو بریم. بالا، بکش بالا. پایین، پای چپ، پای راست، چاتورانگا، کبرا، دم و بازدم جاری. بکش بالا، داون فیسینگ داگ. پای راست، پای چپ، پایین، بکش بالا. نفس. برو سیکل سوم. بالا، بیا پایین، پای راست، پای چپ، چاتورانگا، کبرا، داون فیسینگ داگ. پای چپ، پای راست، بکش پایین. توی هر سیکل کششتو بیشتر کن و وقتی میای بالا سعی کن که خم به عقب بری. خم به عقب، بکش پایین. دستا پای چپ، پای راست، چاتورانگا، کبرا، بکش بالا. پای راست، پای چپ، کشش، بیا بالا. بریم سیکل پنجم. پایین، پای چپ، پای راست، چاتورانگا، کبرا، بیا بالا. پای راست، پای چپ، کشش، سر رو به پا نزدیک کن، مچ پاتو بگیر، بکش بالا، خم به عقب، بیا پایین. سیکل ششم. پای چپ، پای راست، چاتورانگا، کبرا، داون فیسینگ داگ. سگ سر به پایین. پای راست، پای چپ، بیا پایین، بکش، بیا بالا. تنفس جاری. بیا پایین. سیکل شماره 8. پای راست، پای چپ، چاتورانگا، کبرا، داون فیسینگ داگ.
پای چپ، پای راست، بکش پایین، بیا بالا، سرعتمون رو کم میبریم بالا، پای چپ، پای راست، چاتورانگا، کوبرا، بکش بالا، بیا بین دو تا دست، پایین، بالا، بیا پایین، چپ، راست، چاتورانگا، کوبرا، برو بالا، چپ، راست، یکم بمون، بکش بالا، خم به عقب، بیا پایین، سیکل شماره 10، بکش بالا، یکم روی قله بمون، روی داون فیسینگ داگ بمون، پای راست، پای چپ، پایین بمون، بکش بالا. چطوری بعد سیکل 10؟ عرق کردی؟ خب برو بریم 10 تای بعدی پس. ببین یکم بهش جامپ اضافه میکنیم. خب احساس میکنم که میتونیم. به جای اینکه پای راست و پای چپ رو بریم با یه دونه جامپ میریم عقب، چاتورانگا، بالا و داون فیس. آماده ای؟ بکش بالا، خم به عقب، بیا پایین، دستا بین پاها و جامپ میری عقب، چاتورانگا، کوبرا، کشش‌های عمیق، تنفس جاری، بکش روی قله. حالا میتونیم 5 تا با پا برگردیم، 5 تا با جامپ. بکش بالا، دور بریم شماره 2، سر بالا، جامپ عقب، همزمان چاتورانگا، بکش بالا، کوبرا، سگ سر به پایین. اگه میتونی جامپ کن بین دو تا دستات. عالی، بکش بالا، شماره 3، بیا پایین، سر بالا، شونتو بکش بالا، جامپ به سمت عقب، همزمان چاتورانگا، نگه دار، بیا بالا، کوبرا، بکش بالا، کشش توی شونه ها، توی پشت پاها، جامپ، برو بریم شماره 4، پایین، سرعت رو میبریم بالا، جامپ، چاتورانگا، کوبرا، بکش بالا، داون فیسینگ داگ، جامپ، نگهدار پایین، پشت پات کامل کشیده بشه، تمام رگا و عضلات این پشت از پایین همسترینگ، پایین باسن تا مچ پا کشیده بشه. پشت مچتو بگیر، سعی کن پیشونی تو نزدیک زانوت کنی، پشت صاف، بکش بالا، شماره 5، جامپ، چاتورانگا، کوبرا، بکش بالا، 5 تا سرعتی میخوایم بریم، جامپ، بکش پایین، بالا، پایین، جامپ بک، چاتورانگا، کوبرا، داون فیسینگ داگ، جامپ، کشش، بیا بالا، شماره 7، بکش، جامپ، بیا پایین، بکش بالا، دوتای آخره، جامپ، کوبرا، بکش بالا، داون فیسینگ داگ، جامپ، بکش پایین، سیکل آخر، روی هر حرکت 3 تنفس نگه میداریم، بکش بالا، خم به عقب، نفس، 2، 3، بیا پایین، سر به زانو نزدیک، نفس، 1، 2، 3، دست ها کنار پا، کف دستتو اگر میتونی کامل بذار روی زمین،
شونتو باز کن، سینتو باز کن، سر به سمت بالا. نفس. بدن رو سوار کن روی دستات، جامپ به سمت عقب، روی خط کش. 3 تا نفس. خیلی آروم برو پایین. چاتورانگا. 3 تا نفس. و پشت پاها رو زمین، بکش بالا کبرا. سینه‌تو قشنگ باز کن، سر به سمت عقب. انگشتا محکم روی زمین، بکش بالا. کف پاها رو زمین، سگ سر به پایین. یکم با پنجه و پاشنت بازی کن. سعی کن کف پاتو کامل بذاری روی زمین. راست چپ، لگن رو حرکت میدیم، راست و چپ. عالیه. شونت یکم گرده، سعی کن دستاتو تا جایی که میتونی صاف کنی و پشتت کاملا صاف بشه، یعنی تو حرکت قله رو داری انجام میدی. به هیچ وجه پشتت و شونه ها نباید رول بشه. آلتر شد. خب آروم قدم بزن، بیا بین دستات. 2 تا دست رو روی زمین. عالیه. سر به سمت بالا، قفسه سینه باز. آروم لگنو میاریم به سمت پایین، حرکت صندلی، دستا میاد به سمت بالا. 2 تا انگشتاتو توی هم قفل کن، بکش بالا، بکش پشت سرت. بشین، بیشتر بشین، بشین. اسکوات، اسکوات با زانوی جمع. عالی. باسن، زانوها از نوک انگشتای پا رد نمیشه، جلوتر نیست. عالیه. بکش بالا و بریز بدنت پایین، ول کن. تمام این عضلات بالاتنه، ول، شل، قشنگ بریز. انگار داری آب میچکونی از بدنت. عالی. خب بنشین. چطوری؟ بعد 20 تا 30 داغی نه؟ عالیه. ببین اینو اگر بتونی مثلا بکنیش 100 تا، خب بعد 100 تا دیگه هیچی نمیفهمی، یعنی بهت میگم تو یه هفته پاهات باز میشه، به خاطر اینکه بدنتو دیدم و میدونم که قابلیت اینو داری که خیلی سریع. الان فشار اومد بهت، اذیت شدی یا نه؟ آره خب 20 تا واسه ببین تو تمرینی دیگه، من دارم دنبالت میکنم هر روز بدنت تو فعالیت و واقعا 20 تا برای چیزی. ولی حالا پایه باشی من خیلی تو حالمه چالش بذارم 100 تا مثلا بکنمش 100 تا بکنمش بیشتر. واقعا خوبه، سیکه خوبه. خب پروانه نشستی، آرزی خوبه. دستتو بکش جلو، کف پاهاتو محکم به هم فشار بده. پشتت صاف بیار پایین، اصلا شونهاتو رول نکن. بیا بالا، کف این قسمت دستتو روی زمین بذار، بکش سمت راست. عوض کن. خب حالا تو همین حالت پروانه که نشستی، یه دونه پاتو نزدیکتر کن به سمت وسط پات. با ساده شروع کنیم. با دست راست کف پای راستتو بگیر، بکش به سمت جلو یا حالا راست تا هر جایی که میتونی. این عضله این رگ میخوام کشیده بشه. عالیه، خیلی خوبه. عالیه. اگر میتونی جاشو عوض کن، اینطوری به سمت پایین پاشنه پاتو بگیر و بیار بالا، پاتو پوینت کن. عالی عالی، خیلی خوبه. این پا سریع باز میشه توی یه هفته مطمئن.
هر آدم یه پای پروفشنال داره، یه پای معمولی تر. منم پای چپم باز نمیشه. خب حالا میخوام امتحان کنیم. با دست چپ بگیرش، دست راستتو بکش داخل، با دست چپ سعی کن بکشیش بالا. عالی. سینه‌تو باز کن بیرون، به سمت بیرون. خیلی خوبه، آفرین. عالی. ولش کن فشار نیار. بیا پایین. سویچ میکنیم پای بعدی. اول با دست چپ کف پا. تعادلتو حفظ کن. بشین روی لگن، کامل روی لگنت باش. پشت صاف. کنترل بدنتو بگیر دستت. آره. با همین تمرینا اگر مداوم انجام بدی کاملا باز میشه. پاشنه رو بگیر، پا رو پوینت کن بالا. و سویچ دست. با دست راست پای چپ بکش بیرون خودتو. عالی. خیلی خوبه. خب ولش کن. پا رو صاف کن. فلکس. دستا به سمت بالا. سعی کن دستاتو قلاب کنی روی پای فلکس. پوینت نکن پاتو، روی فلکس. بیا پایین. سینه رو نزدیک کن به پا، نه سرتو. عالی. پوینت کن، بیا پایین تر. فلکس کن، سر رو بده بالا. سینه ضربه بزنه به سمت پا. عالی. خب بیا رو حالت 4 دست و پا. پای راست پوینت، عقب بکش بالا. آروم به حالت چاتورانگا سینه رو نزدیک زمین میکنی، پا رو میکشی بالا، میای روی زانوی دیگر. عالی. برگرد. پا رو بیار کنار دست راستت به صورت اله کلنگ. میری عقب، صاف، سینه به زانو نزدیک، میای جلو. رفت قطع شدی. برو خب اگه هر وقتم این وسط رست لازم داشتی بگو، آبی چیزی خواستی بخوری. خب برو بریم 8 بار. 1 2. اگر میتونی روی زانوت فشار نمیاد دستا رو از زمین بگیر. 3 4 5 6 7 8. بکش پایین، سینه رو نزدیک کن به پا. پا پوینت کاملا تا جایی که میتونی نگه دار. 5 نفس نگه دار. کامل کشش رو احساس کن تو تمام رگ پشت پا. عالی. سویچ میکنیم پا رو، پای چپ بالا پوینت. بیا پایین چتورانگا، پا رو بکش بالا. برگرد. آروم. بیار پا رو جلو. کشش، سینه به پا نزدیک. برو بریم. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 8 تا بود. بیا پایین. آره خب واقعا هم باید بیشتر. من الان بخوام باز شه پای چپم خوبه این تمرین رو بکنم. بکش قشنگ پایین تا پوینت. درد رو احساس کن، اصلا ازش نترس و بذار که این فشاره رو توی تمام رگای پشت پات احساس بکنی. با این گرم بودن بدن و این درد همه اون باز شدن اتفاق میفته دقیقا. خب بیا رو حالت 4 دست و پا. من نیستم فشارت بدم، باشم فشار. خب انگشتا رو به زمین فشار بده، بکش بالا. داون فیسینگ داگ. با پشت پا بازی کن، پاها روی زمین. پات کف پات به زمین میرسه دیگه توی بولدر. من نمیبینم. خب اوکی. با پای راست میای روی پنجه، با پای چپ میکشی بالا پوینت تا جایی که میتونی. عالی. حالا میخوام چیکار کنی؟ لگن رو میچرخونیم، پا رو به سمت بیرون باز میکنیم. شل پات سفت. اگر بالا نمیاد اشکالی نداره، تا جایی که میتونی ولی سفت. پوینت. پای صاف. آها عالی شد. باهاش بازی کن. پوینت فلکس. خوبه. به صورت دلفین بشی. عالی. بیا عقب، کمرتو بکش عقب، رول کن عقب. بیا جلو، بیا پایین، دستا رو بکش. بیا بالا. پای عقب رو خم کن. بگیرش با دست راست. عالیه. اگر میتونی رول کن، پاتو بغل کن. عالی. خب حالا همینطوری که بغل کردی با دست مخالفت پنجه پاتو بگیر، دست راستتو بکش بیرون، فشار نیار. اگر میتونی سرتو رد کن، پا رو به پات، به سر نزدیک. خب پس تو همین حالت بکش. عالی. 3 تا نفس. ولش کن پایین آروم. خب حالا من الان عوض میشم ولی تو همون حالت با این پایی که جلو جمعه. خب من الان سویچ میکنم که ببین. با پایی که جلو جمعه میشینی. آها آفرین. یه سویچ ساده. قشنگ لگنتو به زمین نزدیک رو. پشت صاف. دستا رو بکش جلو. عالیه. دست چپ حلقه میزنه دور پا، دست راست از پشت کمر میاد میگیرتش. برعکس داری انجام میدی. ببین منو. دست چپ از جلو میاد میگیره. آها عالی. دست راست. عالی. پشت صاف. بکش بالا پشتتو. عالی. پایی که صافه پوینت. خیلی خوبه. ولش کن. حالا Sí, claro, sí, claro.
من به نت هتل وصلم و واقعا نمیدونم. خب آره یهو قطع شد. حداقل هیچ کدوممون ایران نیستیم خدا رو شکر. خب حالا میخوایم سویچ این حرکت رو انجام بدیم. خب فشار نیار، امتحانش کن. با دست راست مچ پای چپ رو بگیر، دست چپ کشیده به سمت بالا، آروم خم شو، سعی کن پنجه پاتو بگیری. بشین رو زمین، اشکال نداره، با باسنت بشین روی زمین. آره عالی. کشش. پایی که صافه فلکس میشه، حالا کاملا تا جایی که میتونی فلکسش کن که دستت به پنجه پات برسه و پنجه پاتو بکش به سمت خودت. بابا منعطف کی بودی؟ عالی عالی. برگردون بالا، ناماسته بشین با فارسی با آرنج با البوت زانوتو فشار بیرون. آره البوت نیتو تاچ کنه و کامل فشارش بده به سمت بیرون. عالی. حالا با سینه خم شو روی پاتو بگیر با دوتا دست. اشکال نداره. آره اگر نباشه بهتره، ولی الان اشکال نداره چون قطعا فردا یه جوری پاهات میگیره. البته نه تو تمرینی، من خودم بیشتر. خوبه جمعش کن. بریم سویچ کنیم پای بعدی. بکش بالا، داون فیسینگ داگ. پای راست بالا، پای چپ روی پنجه تا جایی که میتونی. صاف، خوشگل، تمیز. شله به درد نمیخوره. صاف نیارش بالا ولی صاف پایین بیارش. آها. رول کن، باز کن به سمت بیرون. عالی. سفت و محکم. فکر کن داری با پای دیگت به یه دیوار فشار میدی، یه سنگی رو داری فشار میدی که نیفته رود. آره داد بزن. بیا بشین جلو. عالی. بکش عقب. بیا پایین. پای پشتو بگیر. بغلش کن. نمیبینم بدنت چطوریه ولی خوبه. یه مثلا یه هفته اینو انجام بدی، بعد آروم آروم میتونی اینو بگیری. اول فقط با دست شونه، دست از زیر شونه رد میشه بیرون، بعد آروم رول میکنی. شد. آفرین. خوبه همونو نگه داری. خوبه. آفرین. الان مشکل اینه که بدنت رول به سمت بیرون. وقتی که انعطافش رو به دست بیاری بدن رو رول میکنی به سمت رو به رو و بعد پا رو به پشت سرت نزدیک کنی. عالی شد. خوبه فشار نیار. دوباره تو تمرین بعدی انجامش کن. بشین رو پا تا جایی که توانشو داری. با سنت رو بالا نگه دار. هر وقت خسته شدی بذارش روی زمین. دست راست حلقه میشه دور پا، دست چپ از پشت بدن. چرا؟ شاید چون من سویچ کردم. نه دیگه الان. آره باید با پای راست انجام بدی. الان با هم بودیم پای قبلی. آره دست از رو جلو، دست راست از جلو، دست چپ از پشت بدن. عالی. باز کن سینه‌تو به سمت آسمون. رهاش کن. با دست چپ پای راستتو بگیر، با دست راست
بکش روی پای چپ. پا فلکس، یادت نره فلکس باشه، پوینت نیست اینجا. عالی. ولش کن. بیا روی پا با سینه. برقرارش. خب. عالی شد. اینطوری بشید. دستا عقب کشیده. پاها. میریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا دوتا رو با هم نزدیک کن. بکش. عالی. دستاتو تا جایی که میتونی بکش عقب. شونهاتو باز کن. عالیه. بخواب روی زمین. پاها رو بغل کن. بکش بالا. صاف صاف. 50 پوینت بالا کشیده. ببین این حرکت ظاهراً چیز آسونیه خب، ولی اگر اون فشاری که باید روی پشت رگای پات بیاری اصلا چیز آسونی نیستش. پس پاها رو با هم دیگه خم میکنیم پایین و به صورت اینکه کاملا صاف بشه برمیگردونیم بالا، یعنی زانو صاف، هیچ خمیدگی توی زانو وجود نداره و بعد فلکسش میکنیم 8 بار. کاملا کشش رو حس کن. 2 3 4 عالیه 5 6 No, ninguna. Pásame la info, yo te paso la info de donde estoy acá y empezamos a averiguar el darle duro desde ya. Okay. Aprovechar que ahora se viene la temporada de invierno, muchos turistas, o sea, los turistas se van. La ciudad queda completamente vacía. ما رو برسون بالای سرت. دستا صاف. Desde la canasta familiar hasta دستا رو قلاب کن زیر کمرت. پا رو باز کن بین سرت. سعی کن زانوتو نزدیک کنی. Sí, señor. نامسته. خب میخوایم بریم قول مرحله آخر. به نظرم برای اولین جلسه نیم ساعت شد فکر کنم. خب من تا صبح تمرین میکنم ولی فکر کنم به پاهات فشار رو کم کم اینتروال بیاری بهتر باشه. قول مرحله آخر برای انعطاف قورباغه است. 1 دقیقه ما با 1 دقیقه شروع کنیم و 1 دقیقه هم اوپن وال میخوام بزنی که خیلی بهت کمک میکنه. ولی اینو بکن برای خودت روتین. تو مثلا کتاب میخونی تو گوشی برمیری فلان، شبا میخوای تو گوشی بری کتاب بخونی، بخواب روی تختت، اینوری تختت، خب پشتت صاف، اینجا که دیواره، پا رو باز کن رو دیوار. خب اینو نگه دار کتابتو بخون، چه میدونم. حالا بعد کم کم یا از یکی کمک بگیر یا اینکه خودت کم کم اینو روی دیوار بیشتر بازش کن. ولی الان میخوایم 1 دقیقه قورباغه نگه داریم. تایمر داری؟ خب برو بریم. تا جایی که میتونی نگه دار دیگه. میدونی که چطوریه. از بغل باز میکنی با زانو 90 درجه میکشی پایین.
عالی. Sí. کف پاهات به سمت بیرون. تا الان بازی قشنگ. Aquí son las 5:31 de la tarde. چیزی نمونده واقعا، مثلا یه 25 درجه 30 درجه. No, Ina, si estoy acá, ya estoy, bueno, estoy en el hotel donde te mostré esto. Tengo show ahorita a las 9 de la noche, tengo show aquí y estoy como a 2 horas de la casa más o menos. 2 horas de la داشتی میمردی آرنجاتو بذار روی زمین ولی باسن رو فشار بده به سمت عقب لگنو Si nos vienen a buscar temprano, جیغ pues, بزنش tan cerca a casa, donde primero lo recogen ahí y ya después lo سی ثانیه Ah, sí, ando de loco pintando el pelo todo el tiempo. Ya me quiero 20 ثانیه en Barranquilla. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 No, ya yo dije que yo dije que... جمع کردن سخت‌ترین کار دنیاست. 3-4 centímetros de raíz de mi cabello. خب اینو انجام بده سویچش خیلی عالیه. در بده. ¿En qué? Como en 3 meses más o menos. آره این دقیقا سویچ اون حرکته و کاملا دردی که میکشی رو بعد از تو بدنت میندازه بیرون. خب با دیوار باز میکنی یا یه راست باز میکنی؟ دو تا انتخاب داری، میتونی با دیوار بری 2 دقیقه، میتونی باز کنی 1 دقیقه ماکسیموم. یکم میخوای استراحت بده بپاک. امروز بیشتر روی سنتر کار کردیم، حالا اگه فردا خواستی تمرین کنیم روی سنتر از بغل باز میشه، اسپلیت از روبرو. حالا اسپلیت هم پیدا میکنی که کدوم پات حرفه‌ای تره، چون معمولا همه آدما یه دونه پای حرفه‌ای تر دارن که راحت تر باز میشه، یه دونه پای معمولی تر. ولی خب تمرین کنی جفتشون. آره سنتر از بغل باز میشه. ولی این تمرینی که بهت گفتم روی دیوار خیلی تاثیر داره، مخصوصا اینکه تایم طولانی نگه داری. میگم مثلا داری کتاب میخونی باز کن نگه دار، اصلا نمیفهمی حالی نمیشه، ولی بعد فرداش تمرین یک جوری میبینی رفتی پایین خودت پشمان میبینی. ولی آره اصلا الان از اون عکسی هم که گذاشتی به نظر من پاهات بازتر شده. آفرین. خب بریم باز کنیم. از بالا ببین جورابم پاته، خب کاملا پاشنه ها به سمت بیرون، اصلا این پا به سمت داخل نمیاد. این برای زانو بده و خیلی 180 زشتی بهت میده. خب با جورابات کاملا سویچ به سمت بیرون، پنجه ها به سمت آسمون باز میکنی، میای پایین تا هر جایی که میتونی نگه میداری. خب پس اصلا پا به سمت داخل ترن نشه. من الان نمیبینم پاتو بخوای باز کنی، نمیبینم. نه بری پایین نمیبینم پنجه پاتو. خودت حواست باشه دیگه. برو بریم. ببین فلکس به سمت بالا، به سمت آسمون. عالی، نگه دار. عالیه. یک کوچولو زانوات به سمت توه، یک کم.
این پای منو میبینی؟ پای چپمو؟ پای راستم فکر کنم بیرونه. میخوام به سمت هوا بودنشو ببینی. میبینی چقدر فلکسه به سمت هوا؟ کاملا بیرون زانوی منو خط بکشی ازش میره بالا، نمیاد جلو. حتی یه ذره‌ش هم این لگنتو خراب میکنه. کاملا فلکس به سمت آسمون. نگه دار. نگه دار. خوبه. 20 ثانیه. 10 9 8 7 تموم شد. ول نکن. آروم با باسنت بشین زمین. آروم بشین زمین. آره عالی. ول نکن. باید جمع نکن. کار داری. بکش رو پای راستت. با دستات با سینه قدم بزن. از جلو، از بالا نه. بکش تا جایی که میتونی. پشت صاف. بکش پای چپ. عالی. دستا رو بذار جلو. پشتو صاف کن. پشت روله. آها. حالا آروم با سینه نزدیک شو به زمین تا جایی که میتونی. داد بزنت نداره. ولی با پشت صاف. آها آفرین. پشت صاف. عالی. پاتو پوینت کن بیشتر میاد. خوبه مردی بس. برو این حرکت. وای. عالیه. به جاش 180 میزنی. دراز بکش. پای چپو بذار رو پای راست. بکنش بالا. دستات از وسط پات رد کن و بغلش کن پای زیر تو. آها معجزه است این حرکت. کشش رو قشنگ احساس کن. هیل شدن عضلات تو احساس کن از فشاری که بهش آوردی. کجا الان درگیره؟ نشونش بده. آفرین. پایی که رو هوا رو فلکس کن. آها الان بیشتر حسش می‌کنی. سویچ کن پاتو. آره روی زانوتو بغل کن. خیلی عالی. با کف دستات کف پاهاتو بگیر. دوتاشو باز کن به سمت بیرون و بالا هوا. ضربه بزن به سمت زمین. عالیه. آخه چه حالی داد. هدف. حالا یکی دیگه از دوستانم هستش شاید بهمون اضافه شه.